من و رفیقم رو قربانی کردن. قربانی اجنه. درود عزیزای دلم. مجیدم، 25 سالم و اهل یزدم. از وقتی یادم میاد زندگی با من خوب تا نکرده و همیشه توی دردسر و بدبختی دست و پنجه نرم کردم. نمیدونم، شاید توی این دوره همه این شکلی باشن، ولی من ته خطیم. از 13 سالگی که پدر و مادرم از هم جدا شدن و طلاق گرفتن، من موندم و مادر بیچارم و یه خواهر 10 ساله. روزای تلخ و سختی بود. مادرم پرستار شخصی بود و توی خونه از افراد سالمند نگهداری میکرد. کارش سخت بود و تقریبا تمام زمانشو توی خونه مردم سپری میکرد برای یه لقمه نون حلال. من و خواهرمم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم بزرگ می شدیم. از اون جایی که بچه تخس و بی‌عصابی بودم، با هیچ کس سازگاری نداشتم و همه رو از خودم میروندم. همه رو ناراحت میکردم. برای همینم همیشه تنها بودم. همش توی کوچه خیابون بودم تا پدر بزرگ و مادر بزرگم رو اذیت نکنم. این اخلاق بدم رو ببرم بیرون خونه. درس خونم نبودم. همه نمراتم افتضاح بودن. یادم دوم راهنمایی فقط ورزش رو قبول شدم. تمام درسام افتادم. مدرسه دیگه جای من نبود و برای همینم درس و بیخیال شدم و رو به کار آزاد آوردم. توی محلمون یه قصابی بود که پیشش کار میکردم. یه بخشی از پولو به مادر و خواهرم میدادم، یه مقدارم خودم برمیداشتم، تا اینکه رسیدم به سن خدمت سربازی و به اجبار مادرم رفتم. 2 سال توی مشهد سرباز بودم. اونجا با دوستی آشنا شدم به اسم میلاد. میلادم مثل من فرزند طلاق بود و سرکش و بی‌عصاب. با هم خوب جفت شده بودیم. با هم رفیق شدیم و تنها کسایی بودیم که همدیگر رو خوب درک می‌کردیم و با هم کنار می‌اومدیم. اونم اهل مشهد بود. با هم بعد از 2 سال خدمت رو تمام کردیم. حقیقتش دلم نمیخواست برگردم به شهرم. مشهد خیلی برای من فرصت شغلی بیشتری داشت. همونجا توی مشهد توی یه رستوران بزرگ مشغول کار شدم. توی همون رستورانم جای خواب به هم میدادن. منم همونجا موندگار شده بودم. میلادم یه مدت پیش من توی همون رستوران کار کرد، اما با اون اخلاقی که داشت زیاد نتونست دوام بیاره. خیلی زود اخراج شد. به بیکاری ادامه داد. منم بعد چند ماه کار سخت هیچی برای ارائه نداشتم. زندگی توی شهر بزرگ مثل مشهد با حقوق کم اصلا جوابگو نیست. فقط و فقط در جا زدنه. مادرمم به مشکل خورده بود و به پول نیاز داشت، هم برای عمل قلب باز پدر بزرگم، هم برای جهیزیه و دانشگاه خواهرم. خلاصه که پول زیادی دستم نمیموند که بتونم پیشرفتی کنم. میلادم که بدتر از من. آخر شب بعد کارم میلادو میدیدم. پدرش یه پیکان وانت داشت که آخر شبا زیر پای میلاد و من بود. میرفتیم و دور میزدیم. 2 آدم آس و پاس. میلاد با همین ماشین وانت یه روزای اسباب کشی میکرد و بار جا به جا میکرد تا یه پولی تو جیبش باشه و روزشو بگذرونه. یه روز عصر بود. من به شدت مشغول کار توی آشپزخونه یه رستوران بودم که دیدم میلاد زنگم میزنه. میگه باید خیلی زود ببینم، تو خیلی واجبه. هرچی بهش میگفتم تایم کارم و سرم شلوغه نمیفهمید. میگفت خیلی واجبه. منم کارو پیچوندم و رفتم بیرون رستوران. دیدم ماشینشو پارک کرده روبروی رستوران و خودشم با استرس داره جلوی ماشین تون تون قدم میزنه. مشخص بود خیلی مضطربه و این منو خیلی نگران میکرد. تا منو از دور توی لباس کار دید، بدو اومد پیشم. گفتم داداشم چی شده، خوبی؟ با هیجان گفت سلام، آره بشین تو ماشین تا بگمت. بدون توجه به جواب من خودش سریع سوار ماشین شد. تا دید من خشکم زده 2 بوق زد و با دست اشاره کرد که سریع بیا. چرا خشکت زده؟ منم به خودم اومدم و فکرهای تاریکی که توی سرم بود و انداختم دور و سوار ماشینش شدم.
بهش گفتم جونم داداش بفرما، چی شده که منو از رستوران کشیدی بیرون؟ میدونی که اگه صاحبکار ببینتمون دهن جفتمون رو سرویس میکنه. گفت گور بابای همشون، برات یه پیشنهاد کاری خفن دارم که دیگه اصلا اینجا برات مهم نباشه. گفتم جون دوتایی بی خیال، سرم خیلی شلوغه، خستم داداش، توی رستوران کلی کار ریخته سرم. گفت بابا دارم جدی میگم، با یه بابایی آشنا شدم از اون پولدارای روزگاره. گفت اگه توی کاری بهش کمک کنیم پول خوبی بهمون میده، در حدی که 7 نسل بعدمون بخورن و بپاشن بازم پول داشته باشیم. گفتم این بابا کی هست؟ از کجا میشناسیش؟ کارش چیه؟ که یه باره همکارم از پنجره آشپزخونه بلند بلند صدام زد. میلاد گفت شب میام دنبالت، برات میگم. منم که هم کنجکاو بودم هم همکارم داشت صدام میزد و کلی کار داشتم، خیلی عصبی شدم. گفتم مردک حتما الان باید فکرمو به هم میریختی. میلاد خنده کرد و گفت ببخشید نمیتونستم مثلا جلوی هیجانمو بگیرم. گفتم حله، شب میبینمت. خداحافظی کردم و رفتم آشپزخونه. تموم روز کاریم فکرم مشغول حرفای میلاد بود. امیدوار بودم که یکی از شوخی‌های بیمزه‌اش نباشه که فقط منو از سر کار کشیده باشه بیرون. کارم که تمام شد میلاد اومد دنبالم. رفتیم پاتوق همیشگیمون که یه چایخونه قدیمی بود. نشستیم اونجا و قلیون و چای سفارش دادیم. گفتم میلاد وقت تلف نکن، بگو ببینم چه خبر شده. میلاد گفت چی شد؟ تو که اصلا نمی اومدی بیرون، حالا چرا انقدر آتیشت تنده؟ تا اومدم بپرم بهش گفت باشه داداش فوش نده، میگم. مثل همیشه یه باری بهم خورد که برم و جابجاش کنم. یه مرد حدوداً 40 ساله بود، اومده بود و دنبال کارگر میگشت. من از سر چهارراه ایستاده بودم تا کارگیرم بیاد. اومد پیشم و گفت جوون بیا بریم یه بار دارم جابجاش کنیم. رفتیم توی یکی از بیابونای اطراف یه روستای قدیمی. انقدر رفتیم که به یه کوه خیلی بزرگ که از شهر دور بود رسیدیم. رفتیم پشت اون کوه. قشنگ توی بیابونه داشتم میرفتم. استرس داشتم که نکنه این بابا بلایی سرم بیاره، خفتم کنه، دهنم سرویس میشد و اونجا هیچ کس به دادم نمیرسید. وقتی رسیدیم یه سری وسیله مثل بیل و کلنگ و اینجور چیزا بود که روی زمین افتاده بود. گفت اینا رو بردار کمکم کن بذاریم تو ماشین. کمکش کردم و گذاشتمش پشت ماشین. چیزی که اونجا چشممو گرفت و توجهمو جلب کرد 2 دستگاه گنجیاب بود. به مرده که اسمش محمود بود گفتم آقا اینا طلاییابه؟ با ناراحتی سری تکون داد. گفتم دنبال چیزی میگشتی اینجا؟ اونم انگار دل پری داشت، فقط منتظر بود که منفجر بشه. گفت آره، حرومزاده ها دورم زدن. گفتم داستان چیه؟ گفت من نقشه خون گنجم، دنبال دفینه و گنج میگردم. یا کسایی که نقشه دارن و مکان گنجو میدونن میان سراغ من تا کمکشون کنم بتونن دستی به گنج برسونن. دیشبم با یه گروهی که اینجا بودم کل شب مشغول گشتن و کندن بودیم تا آخر پیداش کردیم. ولی وقتی پیداش کردیم و من از شر اونا راحتش کردم دورم زدن. همینجا هم ولم کردن، وسایل خودشونم نبردن. به هم گفتن به جای سهمم اینا رو بردارم. خیلی آدمای حرومزاده‌ای بودن. من با جونم بازی کردم و اونا همینجا ولم کردن. گفتم یعنی واقعا چیزی بود اینجا؟ گفت زیاده. اگه به هم سهم میدادن تا مدت‌ها نیاز به کار نداشتم. قدیما مشتری خیلی بیشتر داشتم، اما الان خیلی کم دنبالم میفرستن. منم برای خودم پول و زندگی داشتم، حماقت کردم، همه رو دود کردم، بین اون بخشیدم. الان دوباره به این روز افتادم که باید دنبال این حرومزاده ها بیام اینجاها. کمکش کردم و وسایلشو بار زدیم. تو راه برگشت گفتم این کارا خطرناکه درسته؟ گفت خیلی. گفتم آره دیگه، اگه دولت بفهمه بد میشه براتون. گفت نگران دولت و مامورا نیستن، اکثرا نگران نگهبانان. گفتم مگه نگهبانی میدن بالای سرشون؟ گفت آره پسر، منم کارم اینه دیگه، نگهبانا رو دور میکنم. گفتم
چطور؟ گفت حتما میدونی که منظورم از نگهبان چیه. گفتم نه. گفت جن نگهبان و محافظ گنجو میگم. خنده ای کردم و گفتم مگه وجود دارن؟ پیش خودم هم گفتم این آدم عجب آدم ابلهیه، معلومه که سرش کلاه گذاشتن. گفت بهم بله که وجود داره. پس من 1 ساعت دارم چی میگم بهت. بعد اینکه کلی اطلاعات راجع به کارش بهم داد، خیلی بیشتر به این کار کنجکاو شدم. چند تا داستان از دفینه هایی که پیدا کرده بود برام تعریف کرد. پسر خیلی پول خوبی تو این کاره. آخرش هم بهم گفت به نظر پسر خوبی میخوای توی این کارا کمکم کنی که مثل دیشب کلا سرم نره و تو هم یه پول خوبی به جیب بزنی؟ منم از خدا خواسته قبول کردم. گفت میره پیش دوستاش که این کارن و دنبال نقشه جدیدی میگرده و به محض اینکه پیدا کرد به منم خبر میده. منم گفتم که یه رفیق دارم که تو باشی، میخوام بیارم تورم تو این کار. از من استقبال کرد و گفت هرچی بیشتر بشیم کارمون امن‌تر و راحت‌تره، ولی اگه آدم مورد اعتمادی باشه. خلاصه که اینجوری شد و این موضوع پیش اومد و تورم گفتم که با من میای سر این کار. تمام مدت من فقط نگاش کردم. بعد تموم شدن حرفش گفتم میلاد تو خیلی خیلی احمقی. بیخیال پسر، جن و اجنه چه واقعی باشه چه نباشه ترسناکه. کار غیر قانونی هم خطرناکه. بعدم چطور میشه به این آدم اعتماد کرد که خودمونو لا کار نکنه؟ نه پسر، فایده نداره، من نیستم. میلادم گفت هر جور راحتی، من خواستم تو هم تو این ثروت شریک باشی. گفتم دمت گرم. شب تمام شد و رفتیم خونه و از این بس حدوداً 2 ماهی گذشت. یه شب با میلاد توی پارک نشسته بودیم و از بیپولی و بدبختیامون ناله می کردیم که گوشی میلاد زنگ خورد. میلاد سیخ شد، ایستاد سر پا، انگار یه سطل آب یخ ریخته باشی روش. گفت گنج خودشه. گفتم چی میگی زبون بسته؟ گفت بابا همون یارو گنج یابه است که گفتم چند وقت پیش باهاش صحبت کردم، یادته؟ گفتم خب باشه، جواب بده ببین چی میخواد. جواب داد و بعد از کمی صحبت گفت ازم خواسته آخر این هفته کمکش برم و گفته گنج خیلی بزرگیه، یه مقدارم از مشهد دوره، خدا وکیلی بیا با هم بریم. گفتم حماقت نکن پسر، آخر عاقبت نداره، اینو همش چرنده. آدمی که گنج پیدا میکنه که این شکلی بدبخت نیست. گفت آقا تجربهش که ضرر نداره. خلاصه انقدر رو مغز من راه رفت تا بالاخره قبول کردم. اما واقعا دلی راضی به انجام این کار نبودم و میترسیدم آخرش بلایی سر ما تو را بیاد. رسید آخر هفته شد و من فقط تنها کسی که داشتم توی مشهد یه دوست دختر بود که بهش گفتم برای چه کاری با کیا و چطوری میرم. اگر از من خبری نشد به خانوادم و پلیس اطلاع بده. اون بنده خدا هم کلی تلاش کرد که آقا بی خیال شو، ولی نمیتونستم رفیقم رو تنها بذارم و چرا دروغ بگم. اگر 1% واقعیت داشت میتونست کل زندگیم زیر و رو بشه، خودم و خانوادم از فقر و بیچارگی نجات پیدا کنیم. 4شنبه ساعت 5 صبح رفتیم دیدن آقا محمود گنجیاب. بعد از احوال پرسی و آشنایی دادن گفت شماها اصلاً هیچ صحبتی با این افراد نمی کنید و هر سوالی هم پرسیدن میگید با من حرف بزنن. خودتون کاری به کار کسی ندارید. این آدمای کله گنده و خطرناکی هن. اگه همه چیز خوب پیش بره پادشاهی میکنیم و خنده شیطانی کرد. ما هم تایید کردیم. ساعت 6 بود که یه ون مشکی اومد به مکانی که ما بودیم. ازمون خواستن سوار بشیم. محمود سریعا رفت بالا و گفت بیاید بالا پسرا. میلاد گفت ما ماشین داریم، با ماشین خودمون میاییم. مردی که جلو نشسته بود چهره خشنی داشت و کت و شلوار مشکی که تنش کرده بود ابهتشو چند برابر میکرد. گفت لازم نیست، با همین ون میریم. ما هم به ناچار سوار شدیم و راه افتادیم.
توی ون 2 نفر با کت و شلوار مشکی خیلی تمیز نشسته بودن. اصلاً انتظار چنین افرادی رو نداشتم. انگار برای سازمان خاصی کار میکردن. محمودم فقط گفته بود آدم کله گنده‌ای و از کار و شخصیت و اسمش حرفی نزده بود. حقیقتش برای ما هم مهم نبود. ما با خود محمود طرف حساب بودیم. توی مسیر هیچ کس هیچ صحبتی نمی کرد و من و میلادم فقط با چشم به هم اشاره می دادیم. از رفتارای میلاد مشخص بود استرس داره. منم داشتم. ولی خب یه حس طبیعی بود. بعد از حدود 3 ساعت رسیدیم به مقصد. از ون پیاده شدیم و توی اون لوکیشن یه ون مشکی دقیقا شبیه همون ونی که ما باهاش اومدیم اونجا بود و تعداد تمام افراد توی اون محیط به علاوه خودمون میشد 11 نفر. خلاصه محمود رفت سراغ کسی که همه بهش میگفتن رئیس، یه مرد تقریباً 45 ساله ولی خیلی شیک و تر و تمیز، خیلی هم کم حرف و ساکت بود. معلوم بود غرور زیادی داره. به من و میلاد فقط نگاهی انداخت و بعد به محمود گفت امنن؟ محمود گفت آقا خیالتون راحت، همیشه با من بودن این بچه ها. در صورتی که اولین بار بود همدیگر رو میدیدیم. از ون تمام وسایل کار رو شروع کردیم به تخلیه کردن. همه دستگاه ها و بیل و کلنگا نو ترتمیز بودن. دستگاه های گنجیابشون پیش رفته بود. روی میزی که جلوی رئیس بود یه نقشه بود که مشخصات گنج و اون دفینه اونجا بود و با محمود داشتن روش کار میکردن. بعد از خالی کردن ابزار کار چیزی نظرمو جلب کرد. چندین و چند تا سنگ بزرگ و بلند خاک گرفته بودن، ولی اگه دقت میکردی متوجهشون میشدی. سنگای عجیبی بودن. رفتم بالای سر یکیشون تا خم شدم و دستی بهش بکشم. محمود داد بلندی زد که صبر کن. منم دستمو کشیدم عقب. محمود گفت همه توجه کنن، هیچ کس به هیچ وجه به این سنگا دست نمیزنه. من تازه متوجه شدم اینجا کجاست. اصلاً به سنگا دست نزنید. رئیس گفت چی میگی محمود؟ محمود گفت میگم ولی هیچ کس وحشت نکنه. اینجا قبرستون اجنه است. همه یه لحظه رنگ از صورتشون پرید. محمود ادامه داد تا به سنگاشون دست نزنید کاری با ما ندارن. فقط و فقط زود کارو شروع کنیم که به شب نخوریم. من زود رفتم پیش میلاد رنگ صورتش گچ دیوار شده بود. گفتم حالت خوبه؟ سرشو تکون داد و رفت آب خورد و یکم هم به صورتش زد. آدمای رئیس و محمود شروع کردن با دستگاه‌های گنجیاب گشتن دنبال گنج که تقریباً نزدیکای غروب بود که محمود داد زد پیداش کردیم، همینجاست. بیل و کلنگو برداشتم و رفتیم پیش محمود داد زد کیف من بیارید. محمود یک کیف کولی کوهنوردی آورده بود با خودش. رفتم برش داشتم و بردم پیشش. دیدم دقیقاً بالای سر یک قبر ایستاده و رئیس گفت ملا محمود از پسش برمیای؟ اونجا اولین باری بود که یه نفر محمود و ملا محمود صدا زد. گفت آره خودم باهاش به توافق میرسم، ولی باید بدونی شب و اینجا مهمونیم، پس به آدمات بگو آماده باشن. رئیس به یکی از آدماش گفت چادر بزنید، شب و میمونیم. محمود به من و میلاد گفت خب پسرا کمکم کنید و از کیفش چند شیشه گلاب در آورد. یه چادر سبز و یه سری وسیله که با استخون درست شده بودن و به من و میلاد گفت قبر رو با گلاب تمیز بشورید. میلاد گفت مگه نگفتی بهشون دست نزنیم؟ محمود گفت اون مال قبله، الان داریم باهاش به توافق میرسیم. نگاهی به میلاد انداختم و مضطرب بودیم. مطمئن نبودم انجامش بدیم، ولی گفتیم باشه و اول خاک تا جایی که شد با دست کنار زدیم و بعد شروع به شستن با گلاب کردیم.
قبری 3-4 متری بود و روش شکل‌ها و حروفی نوشته و حک شده بودن. محمودم بالای سر قبر نشسته بود و اون پارچه سبز رنگ بزرگی که با خودش آورده بود و روی قبر رو خودش پهن کرد و چیزایی زیر لب به عربی میخوند. اون وسایل عجیبش هم گذاشته بود زیر. من و میلاد دورتر ایستادیم و سیگاری روشن کردیم و محمود مشغول کارش بود. به میلاد گفتم به نظرم اینا آدمای احمقی هن و خودشونو مسخره کردن. این محمودم داره با این فیلماش و این کاراش اینا رو تیغ میزنه. میلاد گفت یعنی میگی واقعیت نداره؟ گفتم نه بابا، این خرافات مزخرفه. اصلا چرا جن باید قبر و قبرستون داشته باشه؟ مگه بدن و جسم دارن؟ تو ببین گذشته ها اینجا چی بوده که با این سنگای عجیب غریب علامت گذاری شده. میلاد نفسی عمیق کشید و گفت خب خوبه، خیالم راحت شد، خدا شکرت. گفتم چطور؟ نکنه ترسیدی؟ گفت آره پسر، پس چی؟ دست زده بودم به قبرا، قبل از اینکه محمود چیزی بگه دست زده بودم. گفتم برو شوخی نکن. گفت به خدا نمیدونستم که چیه. بعدش محمود گفت اینجا قبرستون جنه. بعدشم ترسیدم که بهشون بگم یه موقع با هم بدرفتاری کنن، ولی حالا که میگی دروغه خیالم راحته. چرا دروغ بگم؟ یه لحظه وحشت گرفتم که اگر فقط 1% این موضوع واقعیت داشته باشه و ما توی درد سر بیفتیم چی میشه؟ ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم آره بابا خبری نیست. خلاصه به شب رسیده بودیم. هوا تاریک شده بود و همه بغل ماشینا توی چادرها نشسته بودیم و مشغول شام خوردن بودیم، به جز محمود که هنوزم زیر چادر سبزش بود. مشخص بود خبر داشتن که ممکنه شب بمونیم، چون این تیم با تجهیزات کاملی اومده بودن. مشغول غذا خوردن بودیم که محمود داد زد بیاید میلاد بیا. من و میلاد با سرعت رفتیم بالای سرش. صداش خشن و دورگه شده بود. گفت شمع رو از توی کیفم بردارید و اطراف قبر و روی قبر رو روشن کنید و به رئیس بگید هر اتفاقی که افتاد از این لحظه بعد هر چیزی که دیدین نترسید و به هیچ عنوان فرار نکنید. تمام مدت محمود سرش زیر چادر بود و از زیرش بیرون نمی اومد و از همون زیر با ما صحبت میکرد تا جایی که من یکم به خاطر جو و شرایطی که ممکن بود پیش بیاد سوال پیچش کردم. این کارم اون بابا رو عصبانیش کرد. پارچه سبز و زد کنار و با عصبانیت گفت فقط برو کاری که بهت گفتم و انجام بده. چهره محمودو که دیدم خیلی خوفناک بود. رگای صورتش بیرون زده بودن، چشماش کاسه خون شده بود، انگار تحت فشار زیادی بود و داشت اذیت میشد. منم که توی این حال دیدمش چیزی نگفتم و برگشتم پیش رئیس و گفتم ماجرا اینه. محمود این حرفا رو زد. رئیس بدون اینکه به هم چیزی بگه به آدمش گفت مراقب باشید، صبح برمیگردن. و با 2 نفر دیگه رفتن و سوار ون شدن و گازشو گرفتن. ما موندیم و محمود و آدمای رئیس. ساعت 12 شب بود که یکی از آدمای رئیس داد زد میبینیدشون؟ همه توجهشون به جایی که اون اشاره میکرد بود. من خشکم زده بود. اصلا نمیتونستم چیزی که میبینم و باور کنم. سایه های سیاهی بالای سر قبرا بودن. هیچی از اندامشون پیدا نبود، فقط مثل زنی با چادر سیاه بودن که بالای سر قبرها ایستادن. هوای بیابون به شدت سرد شده بود. انگار از 12 شب به بعد وارد یه بعد دیگه شده بودیم. میلاد اومد دستمو محکم گرفت. آدمای رئیسم همه رفتن توی ون. ما هم پشتشون رفتیم، ولی بیشرفا ما رو راه ندادن و گفتن که ون پر شده و در رو بستن و قفل کردن. میلاد بغل گوشم یه ریز میگفت به نظرت میکشنمون؟ توی گفتی واقعیت نداره، وای ما میمیریم. منم حقیقتش مونده بود فقط خودم رو خیس کنم.
این سایه ها بدون هیچ تکون خوردنی بالای سر قبرها بودن. قدشون حدوداً 2 متر بیشتر بود و خیلی یهویی و همزمان با هم شروع به حرکت کردن. اطراف قبرها دور می زدن. محمودم بینشون نشسته بود بالای سر قبر. من و میلاد جفت کرده بودیم. ترسیده بودیم اگه سمت ما می اومدن میخواستیم چیکار کنیم. حالمون جوری بود که انگار هیچ وقت چیزی به اسم شجاعت توی وجودمون نبوده. توی همون حال و هوا محمود داد زد بیاین، میلاد بیا، مجید بیا. نمیتونستیم بریم، نمیشد نریم. آخه اگه کمک حال محمود نبودیم اینجا بودنمون هیچ فایده ای نداشت. میلاد گفت باید بریم پیش محمود. اون گفت هر چی دیدیم نه فرار کنیم نه بترسیم، کاری با ما ندارن. منم با سر تایید کردم. رفتیم به سمت محمود که یه ریز داد و بیداد میکرد. تمام مدت من و میلاد به پاهامون نگاه میکردیم و حرکت میکردیم تا رسیدیم بالاخره بالای سر محمود. محمود گفت بشینید، بیایید زیر چادر. بهش گفتم آقا محمود بیرون پر جن سیاهه. گفت میدونم، کاری با ما ندارن، دارن هواخوری میکنن. و خنده ریزی کرد و گفت زود باشید بیایید اینجا. به میلاد نگاهی انداختم و با چشم بهش فهموندم که بیا بریم زیر پارچه. تا ما رفتیم بغلش نشستیم محمود گفت همینجا بمونید و به هیچ عنوان از زیر این چادر سبز خارج نشید. خودش از زیر چادر سبز در اومد و ایستاد بالای سرمون و دستشو گذاشت روی سرمون. هی میلاد بغل گوش من میگفت این داره چی کار میکنه؟ منم میگفتم نمیدونم بابا، یکم آروم باش. که داد زد و گفت این 2 نفر قربانی من به تو هن. و دستشو از روی سرمون برداشت. من تا اینو شنیدم چادر رو زدم کنار و بلند شدم و برگشتم سمت محمود. گفتم چه غلطی کردی مرتیکه، چه گویی خوردی؟ که صدای خرخر کردن میلاد رو شنیدم. برگشتم و به میلاد نگاه کردم. ای وای، یه جن عجیب ترسناک و قد بلند پشت سرم بود. گردن میلادو گرفته بود و داشت خفش میکرد. ظاهرش واقعا وحشتناک بود. قدی بلند ولی پاهای کوتاه، دستایی لاغر و بلند پر از مو، بالا تنه‌ای لاغر داشت اما سرش بزرگ بود. اصلاً بدنش به سرش نمی اومد. انگار هر تیکه از بدنشو از یه جایی کنده بودن و به هم وصل کرده بودن. دستشو دراز کرد و گردن منم گرفت. انقدر سری بود که نتونستم هیچ حرکتی کنم. و حالا هم من هم میلاد توی هوا معلق بودیم و داشتیم خفه می شدیم. میلاد کبود شده بود و از هوش رفته بود. پیش خودم گفتم میلاد مرده و نوبت منه. توی دلم شروع کردم به خوندن دعا. پشت سر هم بسم الله می گفتم اما انقدر ترسیده بودم که همه چیز رو اشتباه می خوندم. تنها چیزی که تونستم برای لحظه آخر بگم گفتم یا امام رضا خودت کمکم کن. آخه از وقتی رفته بودم مشهد خیلی حرم میرفتم و باهاش راز و نیاز میکردم. خیلی جاها ازش حاجت گرفته بودم. یه هرزم داشتم که از حرم گرفته بودم و گردنم انداخته بودم. بعد از گفتن امام رضا همه جا تاریک شد. با صدای میلاد چشمامو باز کردم. میلاد، مردی با اون گندگی و اون سابقه درگیری و خشونت و هزاران ابهت، داشت مثل پسر بچه‌ای گریه میکرد و منو تکون میداد. چشمام که باز شد پرید توی بغلم. من که هنوز نمیدونستم کجام و چه بلایی سرم اومده بوی بد تهوع آوری و حس کردم. دورم رو نگاه کردم و دیدم توی سطل آشغالیم. زود با میلاد زدیم بیرون. آره، توی سطل آشغال شهرداری بودیم. گوشیمو از جیبم در آوردم و دیدم ساعت 3 شبه و ما توی یه خیابون خلوت و بلندیم. میلاد گفت مجید اینو بخون. پیامی از طرف محموده. محمود نوشته بود
نمیدونم چطور زنده اید و قربانی نشدید، ولی باعث این شدید ما دستمون به چیزی که میخواستیم نرسه. الانم ریش گرو گذاشتم که رئیس جونتون رو نگیره، اما اگر برید پیش پلیس اتفاقای خوبی براتون نمیفته. منم همون موقع باهاش تماس گرفتم، اما خاموشش کرده بود. نگاهی به میلاد انداختم و زدم توی سینه‌اش. گفتم دلت خنک شد؟ همینو میخواستی؟ میلاد گفت داداش گوه خوردم، و زد محکم توی سر خودش. زیر لب میگفت تو هم دیدیش؟ اون چی بود؟ ما چی شدیم؟ اصلا اینجا کجاست؟ هیچی نمیدونستم و برای خودم عجیب بود که چطور زندم. اون حرومزاده ها ما رو فقط برای قربونی کردن پیش اجنه میخواستن و همه ی حرفای دیگه شون مزخرف بود. ما توی یه جاده روستایی اطراف مشهد بودیم. تونستم با اسنپ برگردم به مشهد. هیچ آدرسی از محمود نامرد و رئیس عوضیش و دار و دستش نداشتیم. خدا میدونه اونا چند نفر رو قربانی کرده بودن و میکنن برای گنج و اجنه، اما ما نمیتونستیم کاری کنیم. آخه هیچ کس باورمون نمیکرد. پیش چشم دولتم خودمون خلافکار بودیم. تصمیم گرفتیم نه به کسی چیزی بگیم نه پیگیر این داستان بشیم. این اتفاق نزدیک به 1 سال پیش برای من افتاد و بعد از اون وسیله هامو جمع کردم و برگشتم به شهر خودم یزد پیش مادرم و با وام و قرض تونستم یه قصابی کوچیک توی محلمون بزنم. حسم به این موضوع اینه که امام رضا کمکمون کرد. حالا ممکنه یه سری تعداد اعتقادی نداشته باشن، اما من بهش باور دارم. از وقتی از مشهد برگشتم میلادو ندیدم. آخرین خبری که ازش دارم بعد یه مدت خونه نشینی و افسردگی اون اتفاق بالاخره از خونه بیرون زده و توی یه موبایلی مشغول به کار شده. دوستان عزیزم، چیزی که دیدم هیچ منطقی پشتش نیست. اون موجودات، جن یا هر چیز دیگه‌ای که بودن به شدت وحشتناک و خطرناکن. لطفاً برای خودتونم که شده اصلاً دنباله این موجودات رو نگیرید و نرید. دنبال نونی حلال باشید و لطفاً با لایک و کامنت از این ویدیو حمایت کنید. راستی 1 سوال، به نظر شما قبرستون اجنه وجود داره؟ مگه اونا جسم دارن؟ یا ممکنه توی اون قبرها زندانی شده باشن توسط طلسم و جادو؟ لطفاً جوابتون رو با ما توی کامنت ها به اشتراک بذارید. خیلی ممنونم که تا انتها تماشا کردید. بدرود.